مادها 800 سال پیش از میلاد پایتختی در ایران ساختند که امروز کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفظ و نگهداریش و نیز دیدار گردشگرانی بیشتر از سراسر دنیا آن را در فهرست میراث جهانی قرار داد. به ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم 28مین اثر ثبت جهانی حکمتانه رو. ما در میراث مرموز جز 10 کشور نخست دنیا هستیم و در میراث ناملموس ما رتبه 7 رو داشتیم. در دولت 13 2 رتبه صعود کردیم، رتبه 5 دنیا رو از آن خود کردیم. در محوطه باستانی حکمتانه شواهدی بی‌نظیر از دوره مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود دارد. ثبت امروز حکمتانه نتیجه تقریباً 5 یا 6 سال کار در گذشته بود که تعداد زیادی روی این پرونده کار کردن. ما نماینده اونها هستیم در واقع در اینجا و پرونده خب یک سری اشکالاتی داشت که به تدریج در طول 3 سال گذشته رفع کردیم. ثبتی که جهان امروز مهرش را پای حکمتانه زد، مزایای فراوانی برای ایران به همراه خواهد داشت. اون چیزی که مسلمه اتفاقی که امروز افتاده، اولا به کل دنیا با زبانهای مختلف مطرح میشه، یک ثروتی به ثروت‌های دیگه ایران برای این اتفاق اضافه میشه و ما باید بتونیم به بهترین وجه از این موضوع در واقع بهره بگیریم. از همه مهمتر نشان دهنده اهمیت سایت‌های ایران. حکمتانه از این پس در نقشه جهانی قرار میگیره، در نقشه تحقیقاتی، گردشگری و پژوهشی جهان قرار میگیره. امروز پرونده اولین پایتخت ایران ثبت جهانی شد و سالهای بعد به تعداد میراث جهانی ایران اضافه خواهد شد. برای 10 سال آینده فهرستی از اولویت‌های پرونده‌هایی که باید ثبت جهانی بشه رو در واقع تدوین کردیم در حوزه میراث طبیعی، میراث ملموس و میراث ناملموس. طبق نظر کمیته میراث جهانی یونسکو، بخش مرکز تاریخی شهر همدان نیز در آینده یا به صورت پرونده‌ای مستقل و یا در قالب الحاقیه به پرونده حکمتانه در فهرست میراث جهانی قرار خواهد گرفت. قرار است در سالهای آینده نیز 10 اثر تاریخی و طبیعی دیگر از کشورمان در اجلاس کمیته میراث جهانی ارائه و ثبت شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.